زمانی که تو انجام مفسم تیرماهی دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان همگی چیز بیشتر از یک هفته دیگر باقی مانده است، مرکز مطبوعات وزارت مدافع تاجیکستان روز 22 نوامبر خبر داد که نقشه دعوت به صف ارتش در کشور تا امروز 83% اجرا شده است. ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهر دوشنبه نقشه تیرماهی دعوت را 100% اجرا کرده، شهر و ناحیه‌های تابع مرکز و نواحی وادی‌های ایسار و رشت و شهر نارک را در بر میگیرد. نقشه را الکی 96% به اجرا رسانیدند، اما دو ولایت بزرگترین جمهوری کمی عقب ماندند. نقشه دعوت به ارتش در ولایت سوخت تا امروز 77 از 10% و در ولایت ختلان 75% اجرا شده است. روزهای آخر در شهر و ناحیه‌هایی که اجرای نقشه دعوت نوسکران را تامین کرده نتوانستند، ستادهای دعوت خیلی فعالتر شدند و متاسفانه موردهای ابلاغ یعنی در کوچه بازار و دیگر مکانهای جمعیتی داشتن و بازاری به کمیساریات حربی بردن جوانان زیاد شده است. از جمله هفته گذشته روز 18 نوامبر دهها دانشجوی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند را هنگام درس از درون صنفخانه‌های دانشکده داشته مجبوراً به کمیساریات حربی بردند. در پاسخ به سؤال‌های خبرنگاران مقامات پنجکند گفتند که گویا این دهها دانشجو خودشان با اختیار خود و به طور گروهی به کمیساریات حربی رفتند. همچنین باباخان میرزازاده عضو تیم ملی تاجیکستان را که میبایست در چمپیونات جهان اوید به گشتین سامبو در تاشکند از تاجیکستان نمایندگی میکرد، روز 10 نوامبر یک روز قبل از سفر تاشکند کارمندان کمیساریات حربی سوخت از خانه استقامتیش از خوجند گرفته به خدمت بردند. باباخان میرزازاده ماه ایول سال جاری عنوان قهرمان آسیا را به دست آورده آرزو داشت که در چمپیونات جهان نیز پیروزی به دست بیاورد، ولی به جای تخت غالبان چمپیونات او را همچون عسکر قطاری به خدمت فرستادند. کدام با عقل از کمیساریات حربی به خلاصه آمده است که این جوان پهلوان در یگان قسم حربی باعث عسکر قطاری به وطن بیشتر فایده می‌آورد تا در چمپیونات جهان. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان هر سال 2 مرتبه بهار در ماه‌های اپریل و مای و تیرماه در ماه‌های اکتبر و نوامبر صورت می‌گیرد. روز 1 اکتبر در تاجیکستان رسما موسم تیرماهی دعوت به صف قوه‌های مسلح آغاز یافت. دعوت تیرماهی تا 30 نوامبر دوام می‌کند.